اکبر شریفی سخنگوی رئیس وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت روز 3 فوریه سال 2024 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی ملیت خبر می‌دهد از آشکار شدن دو مناقشه خونین اویلوی در شهر استرافشان خبر داد. در یک حالت ساکن شهرک وحدت برادر خونی خودش را کار زده است و در یک حالت دیگر داماد از پنجکند همسر عاملش را، از جمله ساکن شهر وحدت جماعت گل سرخ محمود شاهروز سال تولدش 1994 شب 28 ینور سال 2024 تقریبا ساعت 22 در حالت مستی به قفس سینه برادرش یک ضربه کار زده به او جراحت برای سلامتی خفناک رسانیده است. شادمیر محمودی که او در بیمارستان تحت تبابت قرار دارد در این گزارش نقل کرد که این حادثه در پیش چشمان مادرش رخ داد. یک مشت زدم که وی کارد را گرفت. من خودم را دور گرفتم و سپس خواستم که کارد را از دستش گیرم تا که به مادر و اکویم که در خانه بودند نزند مبادا. در همین وقت چه خیلی شد که کارد را زد. من تو نفهمیده موندم که چه خیلی کارد به بدنم در آمد و باز برآمد. نقل کرد شادمیر محمودی از روی کت بیمارستان. شفقت سلطانوف طبیب جراح میگوید شادمیر محمدی را با جراحت طرف راست قفس سینه و دریدن قسمت پایان شش بستری کرده بودند و به بالای این هنگام جراحی بیمار خون زیاد را تلف داد، اما به طبیبان میسر شد که بیمار را از چنگ مرگ نجادند. اکبر شریفی سبب مناقشه برادران همخون را نافهمی اویلوی در زمینه نوچیز معیشی مینامد و میگوید از میر زیاد نوشیدن مشروبات و هر تصمیمی که در حالت مستی و خشم و غضب گرفته می شود می تواند به چنین عاقبت‌های ناگوار باعث شود. خود شاهروز محمودوف که حالا با اتهام رسانیدن آسیب وزنی به سلامتی در حبس قرار دارد جریان حادثه را چنین نقل کرد: من در مهمانخانه دراز کشیدم، موسیقی گوش می‌کردم. وی طلب کرد که موسیقی را پس کنم. من کمی پس کردم و به گوش کردن ادامه دادم، ولی طبع وی ناخوش بود. آمد و مرا 4 مراتب زد. از این جل من هم آمد و در هوای مستی یکی زدم. نمیخواستم و به ناگاه چه خیلی شد. همین طور شام 19 ینور سال 2024 تقریبا ساعت 19 شهروند اسدوف شهزاد سال تولدش 2000 زاده شهر پنجکند موقتا ساکن دهه قلچه بکوول در کنار شهر استرافشان به شکم همسرش نورخلو و خورشیده یک ضربه کارد زده به او جراحت وزنی جسمانی رسانیده است، آن هم در حالی که خورشیده حامل بود. شهزاد اسدوف در برنامه اعتراف کرد که مناقشه آنها در زمینه رشک سر زده است. او گفت من با تلفن با یک زن بیگانه گپ میزدم که وی ناگهان به خانه در آمد و جنجال را سر کرد. من تو شپوتیش زدم و گفتم که جیمشین، ولی وی باز بلندتر غلوغلا کرد. مسکی بودم نفهمیده چه خیلی کارد به وی رسیده است. خوشبختانه با کمک طبیبان توانستند هم خورشیده نورخلو و هم طفل بطنی او را از مرگ نجادیند. اما اکنون به شاهروز محمودوف و شهزاد اسدوف بر اساس ماده 112 کودکس جنایتی تاجیکستان برای رسانیدن آسیب وزنی به سلامتی چند سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار یا سوءقصد به کشتار خویشاوندان نزدیک در جریان مناقشه‌های اویلوی خبرهای زیاد به دست میرسند. در بیشتر موردها شوهران و اساساً در زمینه رشک قصد جان همسران خود میکنند.